رفیق، تا حالا دقت کردی چقدر چیز میز ریخته دور و برمون؟ نه فقط اشیا و وسایل، فکر، آدم، کار، حتی آرزوهای اضافی که معلوم نیست از کجا اومدن. یه عدد شنیدنی هست، میگن هر آدمی خونه‌اش حدود 300,000 تا شی داره. 300,000 تا! یعنی ما عملاً داریم توی موزه زندگی میکنیم. فقط فرقش اینه که تو این موزه همه چیز خاک میخوره و مغز ما هزینه‌شو میده. مینیمالیسم اینجا میاد وسط، نه به عنوان یه مد، نه به عنوان یه چالش یه هفته‌ای که آخرش عکس پینترستی بذاریم. مینیمالیسم یعنی ببینی چی واقعاً مهم و چی واقعاً به درد نمیخوره. تو فلسفه شرق یه جمله جذابه که میگه ساده سازی یعنی نزدیک شدن به اصل داستان. یعنی مینیمالیسم حذف کردن نیست، بیشتر کردن وضوح زندگی. گاهی یه نماد ساده مثل یه دایره خالی میتونه کل مفهوم رو توضیح بده. یه دایره بدون اضافات که خودش به تنهایی اصل داستانه. حالا فکر کنید وسط یه دایره یه خط قرمز گنده بکشیم. دیدی نشد؟ یه سر بزنیم به علم. یه تحقیق روانشناسی میگه آدمایی که محیط خلوت‌تری دارن 27% کورتیزول کمتری تو بدنشون تولید میشه. کورتیزول هم که همون هورمون استرسه. یعنی عملاً هر چیزی که اضافیه داره بیخودی فشار روانی تولید کنه، حتی اگه نگاهش نکنی. مغز برای مدیریت کردنش انرژی میسونه. مغز ما یه سی پی یو واقعیه، برای هر چیزی که ببینه حتی اگه تو پس زمینه باشه یه تب باز کنه. به این میگن بار شناختی. مینیمالیسم یعنی این تبای اضافی رو ببندی، نه اینکه کلا مرورگر رو پاک کنی. تحقیقا نشون میده ذهن ما روزانه 6000 تا 6500 چرخه فکری تولید کنه. باورت میشه؟ حالا جالب این که بیشتر این چرخه ها تکراریه، یعنی مغز بیشتر وقتا با فایل‌های قدیمی کار میکنه، نه چیزای جدید. مینیمالیسم ذهنی میگه این چرخه رو بشکن. ذهنی که پره، ذهنی که شلوغه، به همون نسبت کندم است دیگه. این وسط یه قانون اقتصادی هم وارد بازی میشه، قانون بازده نزولی. هر چی از یه چیز بیشتر داشته باشی لذتش کمتر میشه. مثل این خوشمزه ترین غذای دنیا رو بذارن جلوت و اونقدر بخوری که مینیمالیسم میگه کیفیت رو بالا ببر، تعدادش رو بیار پایین. به جای 100,000 تا خودرو پراید یه دونه رولز رویس تولید کن. ثروت واقعی آرامشی که از انتخاب میاد، نه جمع کردن. یه نمودار درباره خوشحالی بعد از خریدم است. اون حس خوشی معمولا کمتر از 48 ساعت میمونه. 2 روز بعد برمیگردیم سر جای اول. ولی خوشحالی که از رشد، معنا، آدمای درست و کار درست بیاد، اون میتونه هفته ها بمونه. مینیمالیسم یعنی همین، یعنی انرژی تو بذاری روی شادی‌های بلند مدت، نه خوشی‌های زودگذر. آخرش هم به یه نکته مهم برسیم. مینیمالیسم یه مقصد نیست. هیچکی نمیتونه بگه من کاملا مینیمالیستم. مینیمالیسم یه مسیر روزانه است. هر روز یه چیزی پیدا می‌کنی تا اضافه‌شو حذف کنی، یا یه چیز واقعا مهم رو نگه می‌داری. کم کم زندگی شروع می‌کنه واضح‌تر شدن. یه جوری که حتی موقع چای خوردن یه لحظه می‌بینی ذهنت آرومه، مایندفول با خونه قشنگت حال می‌کنی و می‌فهمی مینیمالیسم هیچ وقت درباره کم داشتن نبوده، درباره درستیدن بوده. تجربه شخصی من با مینیمالیسم از 10 سال پیش با دیدن این مستند شروع شد. اون زمان انقدر درگیری فکری داشتم که این داستان واسم مثل آب روی آتیش بود. البته که اولش خیلی افراطی بودم، اونقدر که یه کاری با خونه کردم که انباری دیگه جای وسیله چیدن نداشت. وقتی مطالعه‌ام بیشتر شد فهمیدم قضیه فقط اشیا نیست، باید آدمای اضافی زندگیمو حذف کنم. همون دوستای عجیب غریبی که دردسرشون بیشتر از خیرشون بود، یا اون فامیلی که هر بار بهش رو میدی رازهاتو تو کل فامیل جار میزنه. مرحله بعدی فهمیدم باید ذهن رو مینیمال کرد. رفتم کوهنوردی و کلاسای ذهن آگاهی تا اوورتینکم کمتر شد. بعد رفتم سراغ فولدرهای قدیمی لپتاپم که 100 سال یه بارم باز نشده بودن. حالا دیگه سیستمم هفته یه بار ارور پر شدن حافظه نمیداد. بعد رفتم سراغ همون انباری که پر شده بود. مرتبش که کردم دیدم 99% وسایلش رو هیچ وقت قرار نیست استفاده کنیم. پس اخمای مامانم رو به جون خریدم و زنگ زدم همون وانتی که صبح جمعه کله سحر داد میزنه همه چی خریداریم. حالا یه انباری خالی داشتم با کلی ایده بیزینسی واسه استفاده ازش. میبینین مینیمالیسم به معنای واقعی میتونه اولین و کوچکترین قدم واسه شروع توسعه فردیتون باشه و مطمئنم از اینکه تو زندگیتون پیادهش کنید کلی لذت میبرید و دوام میکنید. اما یادتون باشه شما مثل من افراط نکنید و با افزایش دانش و آگاهیتون راجع به این مسئله از کل فرایندش لذت ببرید.